د صحت رواني ملي تخصصي روغتون مسؤلین وایي د هیواد له ټولو ولایتونو څخه هلته ناروغان د درملنې لپاره ورځي. د تیرو کلونو اوږدمهاله جګړو، همدارنګه کډوالیو او یو شمېر نورو ټولنیزو ستونزو له امله چې ځینې هیوادوال له ژور خفګان او یا نورو رواني ناروغیو سره مخ شوي وي، د صحت رواني ملي تخصصي روغتون کې په ښه توګه درملنه ترسره کیږي. ما در دو بخش کار میکنیم که به حساب یکی به حساب معتادین است و یک بخش ما بخش روان است. بخش روان زیادتر مسائل می دپریشن ها و انزایتی ها و فوبی ها و از بخش سایکوزم که بایپولاراس و به حساب شیزوفرنی هاست و اینا بخش سایکوزش است. یعنی در دو بخش دپریشن و سایکوز شفاخانه خدمات میکنه. در سطح تمام افغانستان یک شفاخانه صحت روانی است که تقریبا 6 میلیون شهر کابل و 35 ولایت کشور اینجوری فرق میشه. شما باور بکنین که هر مریضی که به اینجا مراجعه میکنه به حساب مسائل از دپریشن ها، خصوصا انزایتی ها، در حالتی که مسائل جنگ ما شما میبینیم که در حدود تقریبا چند سال دوام کرده و این مهاجرت های بیادر گل ناگواری که از هر کشور به افغانستان بیادر گل پس مهاجرین روان میکنن و این حالت های ناگواری که برشان رخ میده زیادتر مریضا به حساب انزایتی و هراس و دپریشن ها مبتلا هستن، اینا زیادتر مراجعه میکنن. باز اگر به کاتگوری ها تقسیم بکنیم، امی حالت های دپریشن زیادتر پیش خانما می باشه و حالت های سایکوز نزد مردا وجود میده. که مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی این روح و روان ناراحت میسازه و این مهاجرینی که با چقدر پول خانه های خود به حساب مالش سودا کردن، خیستن رفتن به کشورهای خارج و پس اونا سرازیر شدن آمدن، یک بحث دیگه است که جداگانه است. و در پولی هزی حالتایی به نظر گل مسائل پولی، یعنی اقتصاد بسیار یک رول بسیار خوبی دارد. این حالتهای جنگ را که ما شما میبینیم در طول چند سال به نظر گل جنگ های متواتر بوده، به نظر گل ذهن های کلگی را اینمیا ناراحت ساخته و حالا برتان میگم چون در بعض جایی که خدمات واقعی صورت میگیره بیروبار و به نظر گل حالتهای مریض ها زیادتر شده میرن روز به روز. به خاطر از ما مریضایم که بستر میشه برای دوری فولاب برشان یک دیسچارج پیپر میتیم، اونا میرن و پس مراجعه میکنن میاین. امی هم زیاد شده به خاطر از اینکه دوا هست و برشان میتونیم خدمات صورت بدیم. و در پروژه نیم حالتایی که ما شما مشاهده میکنیم میبینیم این از سابقه در یک ازوار مریضی زیادتر ساخت. د دغه روغتون مسؤلین وایي چې رواني ناروغۍ په اسانه توګه د درملنې وړ دي او د ډول ناروغان په کمه موده کې د درملنې او دوامداره مشورو په لړ کې له دغه ناروغیو څخه په اسانه توګه خلاصون مومي. ما به هموطنای بزرگوار خود یک پیام بسیار خوبی داریم، چون بخش صحت روان باید یک تحلیل میکنن که شاید صحت روان یک آدم تکلیف صحت روان پیدا کنی بالکل از همه مسائل دور است. صحت روان بسیار یک موضوعی پیچیده است که ما باید بگم شاید در یک فامیل از 10 نفر 7 نفر یا 8 نفر شاید مشکل صحت روان داشته باشه. این معنی ایزی نداره که خدای نخواسته اونا باید در گل دیوانه هستن یا بیخی از جامعه دور باشه. صحت روان هر کس به حساب مسائل خود تشریعات خود در بینش داره. باید میدیاها و علما از طریق منبرها و به در گل میبورشوهایی که باید باشه که نشر شود صحت روان اعضای مردم برسانند و از صحت روان مشکلی نیست که خدا نخواسته ما او رو به بیماری به در گل بیخی دیوانگی او رو تعلق بدیم. صحت روان چیزی هست که می دلتنگی ها، دللقی ها، سردردی ها، بیخوی ها، کندی های حافظه، گوشه‌گیری ها، اینا کلش در بخش صحت روان میه. اونا باید به در گل مراجعه بکنن. اینجا متخصصین مجرب و برجسته ما در شفاخانه هستند، روانشناس داریم، هم به حساب روان درمانی برشان کمک شده میکنه و هم استادای بزرگوار در بخش تداوی کردن خدمات میکنن. ان شاء الله همگی صحتیاب میشه، هیچ مشکلی نداره. قابل تشویش کدام موضوعی نیست که قدر زیاد سرش فکر. ما در ابتدای اول او پی دی است که مراجعه میکنن مریض، به اونجا هم مسائل تشخیصی داریم، هم مسائلی است که توسعه کردن و هم مسائل توزیع ادویه داریم. از او بعد خلاص شد مریض میاد یا داخل بستر میشه یا به شفاخانه روز اونا معرفی میشن که 6 جلسه 7 جلسه در هفته یک دفعه باید مراجعه کنن و مشکل اونجا کهشان همون دردای دلشان یکی از دیگه بشنون. ما همونطور به حساب یک گروپی رو جور میکنیم که 8 نفر یا 9 نفر یا 10 نفر دو گروپ می باشه. یکی از حال دیگه خبر میشیم حالا او یک ذره خوب است، یک ذره چرا خوب تر نشون کنه. از اینه هم یک بیادر گل یک توانمندی میگیرن و اینجا بخش شغل درمانی داریم که کسایی که بستر است ما اونجا سرشان کار میکنن، خطاطی، رسامی و بعضی چیزای دیگه که ما اینجا داریم برشان میآموزن که افت شغلی پیدا نکنن برای این بیرون کار کنن
و واردهای مکهز در واردا هم بخش زنانه وارد جداگانه داریم، هم مردانه، هم چایسکتری. این خدمات داخل شفاخانه صورت. د یادونې وړ ده چې د عامې روغتیا وزارت له لوري د هیواد په بیلابیلو روغتونونو کې د هر ډول ناروغانو د درملنې لپاره مناسبې او پرمختللې اسانتیاوې رامنځته شوې دي چې د بیلابیلو ناروغیو ښه درملنه پکې ترسره کیږي.